اولا میس آمیگوس، چطورین بچه‌ها؟ امیدوارم خوب باشه. اومدیم با یه ولاگ جدید و اینکه داریم میریم شهری نیستش، نزدیک دماوند. میریم اونجا یه ولاگ نمکی ریزی بگیریم و من خودمون رو نگاه کنم، تو دوربین رو نگاه کنیم. من چیزم اینجوریه. آره. بعد اینکه در مسیر با ما همراه هستید و میخوام خوشگل دوستان خودم ببینم. لایک و کامنت و سابسکرایب براتون نره و ویدیو رو برای دوستان خود ارسال کنید و امیدوارم صدامون خوب بیاد. آره میکروفون نتونستین اصلا. همینطور که مشاهده میکنید اصلا چیز خاصی نیستش اینجا و اینکه ماشین های متعدد ایرانی رو میبینید و اینکه این مسیری که داریم میریم دزدگیر نمیم چی این هم که سمنده. خب بچه ها اینجایی که داریم میریم حدودا 2 ساعت این حدودایی، من نمیدونم دقیقا چقدر طول میکشید، فاصله داشت تا از تهران تا اونجا. یک عدد استخر نمکی بسیار سرد در انتظار ما هست و اینکه از مسیر لذت ببرید، از ما لذت ببرید و لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. فاصله دور رو ببین، چند تا آهنگ و یه شعر است و برام مونده. این هم از سخت جمعه صحبت میکردم و اینکه شما همه بعدا حرف بزنم نمیدانم همین دیگه گفتم که همون بازرگانی رو اینجا داریم. بعد اینکه لایک و کامنت سابسکرایب بهتون نره و اینکه ویدیو رو شیر کنید و شما صحبتی نداریم ما رو خانم. همین دیگه. من خیلی یخم، انگشتم درد میکنه. انقدر سرد بود آبش، انگشتمون درد میکنه. بزن تو یوتیوب ببینم. آقا به موهای برمیخته متوجه نکن. به موهای برمیخته اصلا پوستم صفر شده احساس میکنم انقدر سرد بود آبش. امید تو خدا. حالا یه ذره اینجا رو نشونتون میدم که آب رفتیم اینا استفتم تا شب اینجا هستیم. ما من بگیری الان اوه کیزارو این برای ویدیو دیگه مونه. یه ویدیو کوتاه خواهیم داشت. سرده ها برای ویدیو کوتاه مونه میذاریم سرم دیگه مسابقه. آره میتره که تو سر دیگه کلمون. این ویدیو کوتاه مونه، بعدا میبینید که چی قرار اتفاقی بیفته. با ما همراه باشید. سلام مجدد به دوستان همیشگی ما. تاراز رو اینجا داریم. تاراز سگ پوشک پی آور رو داریم اینجا که سگ بزرگ. یه بازی دمو دستگاه ما رو نخوری. یه بازی جدید داریم اینجا. داریم میریم دزدی بچه‌ها. ویدیو دزدی میخوام بگیرم براتون. گفتم که در تمام مراحل زندگی ما هم باشید. میخوام دزدی کنیم یه مقدار. دزدای بزرگ می‌بینید. نه تو خیابون حلاله. یکی از دزدامون کور شد. بنده خدا. نه من آدم آبروداریم. ما یه مقدار گردو بدزدیم. دزدی که نیستش دیگه، تو خیابون همینجوری کاشتن ما برمی داریم. به بقیه ویدیو میرسیم. بیبی فیس بچه تلفنی دوست داریم.
این بچه هم داره کنی دوست داره. بچه ها من تا جایی که میدونید نبودم و اینکه رفته بودم خرید و دیگه اصلا یادم رفت ویدیو بگیریم. بازم اینجا دیگه من نبودم، ماهور داشت ویدیو میگرفت، حال کباب درست کردن و این داستانا. شام کباب داشتیم، بسیار خوشمزه بوده. ما اینجا که اومدیم 4-5 تا گربه داشتن. یکیش نشمین بود که همین که تو ویدیو میبینید، دونه شوام بود که شیطون بود، یه دونه شیرکو بود که خیلی مظلوم بود و یه دونه هم شوپه بود که پیر بود و خیلی گوگولی و مظلوم. بچه‌ها نگاه کن چقدر گوگولیه این آخه. اسمش نشمینه، خیلی کوچولو موچولو گوگولیه، دست و پاش انقدر کوتاهه، خودش کوچولو، بعد انقدر گوگول. اصلا نمیتونم توضیح بدم انقدر گوگولیه. کل جمله شد گوگولی. بچه‌ها دیگه ما از استخ اومدیم بیرون. علی موشو خوش کرد و اینا رفت با یکی از فامیلامون خرید، برای همین نمیتونم الان باش ویدیو بگیرم. علی رفت، منم دیگه مومو خوش کردم تو خونه، بقیه هم پایینن. و اینکه اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. صدای سگام از توی بیابون اینا. ویدیو قبلیمون اینجا یا اینجا، امیدوارم که چه اتفاقی ویدیو قبلیمون هم ببینین. امیدوارم که ویدیو قبلیمون هم ببینین. ویدیو قبلیمون هم ببینین، لایک، کامنت و سابسکرایب همتون نره. اگه از اینجور ویدیوهای ولاگ و مدل مسافرتی خوشتون میاد، حتما لایک کنین و کامنت بذارین که ما بیشتر از این ویدیو بگیریم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.